من دارم تریاک میکشم. به قرآن نمیدونی چه لذتی داره. ببینید کی اومده. سلام، حالا احوال شما چطور این جیگرا؟ یه سری ویدیو آوردم براتون در حد درجه 1 خاص. بدون قتل وقت بریم سراغ ویدیو. شاید باورتون نشه ولی این واقعا رفت نودل درست کردم. چشت بتره که چقدر شوره. مادر هرچی چشمه رو گاییدی، خار هرچی چشم گاییدی تو. یارو تا نشست افتاد. کسی اینو ورداری در رو زمین، این کشو برداری در رو زمین. میدونی من واقعا بچه دوست دارم ولی هم از زایمان طبیعی بدم میاد هم از سزارین. تخم بذار. هفت چه داره رکو بیاد. زیاد زور نزن اینجا چونی پول نقد نداره. بافی در نیار چرا نداره؟ آخه گواد دیگه کی پول نقد داره ها؟ خب کارت آبربانک تبه بیا دوست گواد اینم آبربانکم براتا. اما گواد من خود رمزشو بلد نیستم. چقدر خیلی که رمزش بلد نیستی؟ این زنم که حتی مکروترهای رمزش عوض میکنه. میگه میری با پول عرقسگی میخوری و خرج زن خرابام. موبایلت هم بانک داره؟ موبایلم شارژ نداره. بازیدم حرفی زدم تموم شد. رفت کیف پولس بلد نیستی؟ شارژ نداره مسترم. خدا بلد شارژ گواد شماره موبایل من بلد نیستی. تو سرایتی بلد نیستی؟ حشیش مغز نذاشته برام. باید بریم پاسپورت رو ریست کنیم. آسا دمت گرم به ناموست خودت دیگه ردیفش کن. نه خب باشه پس پاسپورت فراموش کرد. خب ایمیل داری ایمیل؟ ایمیل رسیه؟ یادداشت کن تو شرف اف میای گاه خوردم زن گرفتم عرقسگی با دختران زیاد @gmail.com. خب پاسپورت رسیه؟ مستراب پاسپورتت مسترابه؟ میگم مستراب یادم ره هستم نمیزنی؟ فکر کنم عرقسگی 54 80 و 20 این نیست. خب ببینه تو شرف مادرت 85 50 و 20 نه دای قولم اینم نیست. 85 50 و 20 پلیسای گواد آمریکا 54 28 سب کن و بذار ایمیل جدید درست کنیم. دوستان ایمیل جدید چی باشه؟ بزن عرقسگی خب یه چیز دیگه بزن. سعی به یاد موندنیه یادم نمیره. میخوای دختران زیاد در باغ بزرگ بزن نمیدونم اصلا برس کن بنامو شدید دو تارق دیگه بخرم. به خدا خیلی وقت دوزی نکردم پول ندارم دیگه. یه پاکت مگنا بگی. به خدا همین پولا باید بیمه مادرم. میخوای ثبت نامت کنم اسنپ؟ تو ماسیل نداره خودم میدوزم برم. مادرم دوست نداره اسنپ بشم. آسا برم مادرتم چند تا کار خوب سراغ دارم. یکیش اینه که جنس جابجا کنه. اون یکیه اون روم نمیشه بگم تو رو خدا بذار برم دیگه. آسا خواهی کمرام داشته باش بمون کارمون را بنداز. بیا درست شد با فیز سیکن. آره این اینستاگرام و تلگرام با واتساپ تو آبربانکت همش درست شد. بذار برم دیگه. پا یوتیوب آره XXL آره هست پورنهاب آره ناموسم فردا بیا محورمون رو تنظیم کن. آسا به شرفت شمارتم بده. بذار برم گو خور. میگم تو بدنت سالمه ورزش میکنی؟ آره بدن فاخم. تو که بدنت سالمه من یکی از کلیه‌ام درد میکنه. بیا مرام بذار یکی از کلیه‌هاتو بهم بده. دمت گرم. دستم باله. خدا شکرت. چرا خدا شکرت؟ خیلی به موقع بود. اسکانی؟ نه آسا. بچته؟ نه فقط امروز هم پول عرق و سیگار و اینا نداشتم. خدا رسوندت. میگم میتونی رمزه موبایل باز کنی ها؟ الان شناختم تو دای غلامی رفیقم بدبخت شد داره دیالیز میشه گدا شدن مادرش هنوز نفرینت میکنه. مادرش هنوز نفرینت میکنه. Speak English? No. You speak English? Yellow. Good morning, good afternoon, good evening, good night. چه سمی بود. جون بواد نزدیکم نشد تازه یاد گرفتم میترسم. نزدیک نشو. Can you speak English? Yes. Maybe. Really. 3 to 4 times a week. No. Female. Some. Hey! Style or any style. Oh dear.
بعدی. مسترابی عرق سنگی دیگه بهم بده. عرق سنگیاتون همه شو قاطی دارن. نظر من که کافیه دیگه. به نظر من که چون سر کافیه. کافی عرق میاد. عرق چیه دیگه؟ محصولت ویسکیه. مادر سگ عرق سگی. مال سگاست. نه مستراب. مال یه سگ. چیز سمیه. چیزای سمی اینجا غیر قانونی. مادر سگ سمی یعنی خوبه. لطفاً برو دیگه. فشلاشی با عینکان. چشونه مگه. خلاشی الان که دوست داری با عینکان آبید چه بید چونیا اف بی آی. یده. چه آدم سگ بیای. مستی هم هستی تو. نه من خب میدونم چونت میخواره برام پول بیای فون. این که $1. تمام کار الان چی؟ خب $1.25 که چی؟ تو شرف اف بی آی مست نیستم. بذار تست کنیم. خوش تاریک آمد. اگه مست نیستی چند قدم رو به جلو حرکت کن. عزیزی ببین تو شرف اف بی آی. یا جیسس کرایست گوز بود. تو شرف اف بی آی. سلام سرکار مرسی برای امنیت و اینا. ناموسن اف بی آی یه چونی هم توش نیست. مدارک لطفا. باشه جناب سروان در کار خدمت. اف بی آی داری. این مدارک تو بار تو کلیسا جا گذاشته. کجا جا گذاشتی؟ تو کلیسا وقت دعا و اینا. احساس میکنم شما مستین. من کشیشه. وقت بوی عرق دعا سگی اینا. میاد. ای بو عرق نیست بو کافور رو داشتیم مرده میشستیم تو کلیسا دیگه بو گرفتیم. من بوی کافور رو تشخیص میدم. این مرحوم گواه درن خور بود سنکوب کرد دیگه ما هم بوشه گرفتیم. سرکار تو کلیسا در خدمت مگه خودت یا مادرت خواستید اعتراف کنید بیاین. شما مستی. به ناموس تعالی جز نوشابه زمزمی چی نخورد. شما مستی. گواه مستی چی گفتی؟ من کشیشم. بوی عرق سگی میدی تو. خب بذار از شو بگم. خب بگو. چی بگم؟ دارم تریاک میکشیم به قرآن نمیدونی چه لذتی داره. هر کی رفته اون دنیا اومده این دنیا. وقتی این قبرها رو میبینی نباید این قبرها رو ببینی باید اون دنیا رو ببینی. ببین وقتی تریاک گوش بده آقا نخن وقتی میری تریاک میکشی حکمش اینه که وقتی میمیری باید بمیره بره اون دنیا. یعنی نه این دنیا وگرنه میاد دستگیرت میکنن. این دنیا دستگیر میشی به قرآن. بده 66 دنده حوایی بده 66 dente Hawaii به قرآن. Vi faccio vedere questa particolarità del mio corpo che non sa nessuno. Ce l'ho da sempre. 2 هنا واحدة هنا يبقوا 3 ايفون برو ماكس. ايفون برو ماكس. واو واو چه احساسی داره؟ آره غمگینه. بهش چه پیشنهادی میدی برای احساس غمش؟ میمی چی؟ اوکی. من دارم برای دور برچشم بد بخیل بد نظر بیناموس حروم. نگو همشون آشنا. واقعا بر چشم بد لعنت. شماره یه تراپیست از گوگل پیدا کردم، زنگ زدم 1 ساعت حرف زدم، آخرش گفت داداش من تراپیست نیستم تایپیستم، فردا بیا خاطراتو پرینت بگیر. سیگار رو تو شیر خیس کنین یه چند دقیقه بمونه، بعد از اون در بیارین و تو حرارت طبیعی یا باسش رو هر وقت سیگار دلتون خواست بکشین یه دونه از این سیگار میکشین. به صورت طبیعی تنفری تو شما ایجاد میکنه. این چیزی که آقای دکتر درست کردن آیسلت ناپولیو بهش میگن سیشتیر، یعنی سیگار داخل شیر بذاریم میشه سیشتیر. آقای دکتر شاید جواب بده، شاید آره شاید نه، ولی به عنوان یک سیگاری قدیم بنده 1 سال 1 ماه و چند روزه که ترک کردم اصلا هم نمیشورم، خدای نکرده فکر نکنید میشورم. اینو میخوام بهت بگم آدمی که بخواد بکشه میکشه. من یک بار فندکامو قبل از اینکه ورود کنم به منزل انداختم دور. 3 صبح خاطرم هست هر چی که تو حرفه و فن دوم راهنمایی من یاد گرفته بودم پیاده کردم و لامپو باز کرده بودم و با حرارتش، چون خونده بودیم که برق اومگا که اینجوری رد میشه حرارت تولید میکنه دیگه، با اون 25 دقیقه طول کشید ولی سیگارمو روشن کردم. گاز خونه پس چی؟ گاز داشتیم ما، چرا با گاز روشن نکردم؟ ریدی که وقتی بازار خرابه و دوست دخترت بهت زنگ میزنه میگه کجایی؟ اسمت چیه؟ علی فلکی. خب علی بچه کجایی؟ گوشی توه؟ گوشی توه. ما جواب بده ببینیم چی زنگ میزنه. به تو زنگ زده دیگه، جواب بده کیه؟ الو. کس بله. بله کجایی؟ خفش بابا مردی که زن چرا؟ معتاد بود. Do you have a girlfriend? Yes, in different nation. What nation?
Imagination. خب جیگرا، اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه، حالی کرده باشی، دوست داشته باشی. برام یه کامنت خوشگل بذار. یادت نره جیگر. تا دیداری دیگر، بدرود.